1 میلیون پول داریم قراره باهاش استایل جمع کنیم، ولی اون استایلو این 2 نفر جمع میکنن. قراره محمدو ببریمش به او بچه خیرتی بگو. هرچی با اون 1 میلیون برام بگیرن من کل اون روزو میپوشم و باهاشون میام بیرون. اگه اضافه موندهش اضافه کمم میاری؟ نه اگه اضافه ما اضافه مون ما اضافه میاریم مال خودمون دیگه. داداش چیزی نمونه برات. ناموسن هرچی بگیری میپوشه. آره حاجی بریم شلوار اسکینی خار مادر براش بگیریم. تو اصلا لاتی نمیدونم برو زنیس برام ببین میخوام برات بچه‌ها شهرره، بچه‌ها عطابک، حسارت لایه بگی هیجان ساله. نه میخوام واسه 3 خط بخرم زدیک فیروزه. من راضیم. لاتی و راضیم. نرید مثلا یه چیز میمیریم حاجی، بریم سری بگیریم. اگه سالم رسیدیم ویدیو آپلود میشه. اگه بچه‌ها ویدیو رو میبینید یعنی ما زنده ایم. آره. لیلا 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 به کمونی لیلا 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 شیرین زبونی. باش گل اونجا رو بخو. منفیس گالری. بابا پسر موفره رو مخمه. منفیس گالری باشه. سلام ستونا بافت فقط 5000 تومن. اسکینی خار مادر میخوام برات ببندم. لاتی خیلی سطح اینجا بعد اینا نمیذارن من دنبالشون راه بیفتم. برو بریم سریع انتخاب کنید بریم. اوکی حل. چی میخوام بردارم؟ برداشتین؟ آره نکن علی نکن چه مادر. بردار. نور تمرزه. سایزش چیه؟ سایزشو ببین. یعنی وارد اینجا شدیم می‌خواستم بگم تو رو خدا از اینجا انتخاب نکن. برو تمرزه اکس لارج. تکنه. نه داداش این قشنگه. این خودت شبیه فلافلی میشه. برو تمرزه برو. ببینیم با هم تم بزنیم. اینو بده. خوش واقعا پشیمونم از این ویدیو، یعنی دوست دارم ادامه بدم این ویدیو. نیم ساعته داری چی کنی؟ برو بپوش. کل خریداتو انجام بده من یهو با هم بپوشم. تو نه همین هرچی کمتر با این اینجا باشم به نفعم. نه فقط همینه. برو. وای خدا قرمزی شد. داداش بهت چقدر میاد. این شبیه چیز شدم. توسای تو فلافلی هست قرمز بر. عجیب گاده. بده اینو میپوشم روش فعلا. دیگه الان همینم میریم حساب میکنیم تا آخر امروز تو ویدیو باید اینو پوشیده باشی. تموم شد. بد نیست جدی. میدونم چیکار کنم. بچه اول قرار بود من اینو واسش بگیرم. واقعا خوش. اوه جدی گفتم پشیمونم از این ویدیو. چگه جکت به من میاد حتما بگید تو کامنت ها از محمد میگیرش. باتاش دمپایی. خب این شد 280. چقدر دیگه داری؟ 720. هدف شد. ناراحت نباش. حس دلغک دارم. این یه فر رنگیده دماغ قرمز تا امروز تمام شما 1000 رو میگم گفت. بابا دارم ویدیو میگیرم. دارم حرف میزنم و میشینی. برو استایلتو درست کن. یه اسم برام انتخاب. دلقک. اسمشو میذاریم چی؟ ملغک. ترکیب محمد و دلغک. داداش واسم یه جوراب بیار. میخوام با کفشش و لباسش ست باشه. خودش هم بیاد داره؟ خودش هم بیار. آخ حاجی گاده این. آقا رفتم واسه محمد جوراب برداشتم. لگبت باشه. پشیمانی. لگبتی داداش. بچه‌ها مهمان ویدیو تراویس اسکات. داداشم. خوش آمدید. I like you. عشق من. Thank you so much. چون محمد رو از هر نقطه‌ای بخوای میتونی پیدا کنی. بچه ببینید با چی پیدا کردیم اینجا. 150 شلوار رو بگیر. ریدم حاجی گاده. علی اینجا شدید بزن. آقا رنگ بندی. حاجی اینش قشنگ‌تری. حاجی به لباسش هم میاد. به هودیش هم میاد. شلوار رو گرفتیم. محمد جان ناموسن اینجا رو نکن. من خیلی عادی میگیرم شروع به چقدر تو چشم محمد حاجی. نگاه. نگاه. نمیدی بپوشم؟ اینجا با چشمتو ببندی. کفش مگه؟ نه شلواره. با چه آره. خب بده الان نگاش. نه. برو بابا. بشن هم میرن. در. آقا ما بریم. 3 2 حاجی این جنسش آشغاله دارم حسش میکنم. چجوری جنسشو حس میکنی؟ خود باز نکنی. باز نکن. بیا بیرون وایسا. بیا بیرون باز نکن. بدم پایه اینو بود. بیا بیرون. حالا بیا بیرون وایسا. حاجی نکن. حالا باز کن چشتو. یا خدا. واکنش اون کویکیه که میخواد پارک کنه و داره محمد نگاه. ببین جوراباتم عوض کن. جوراباتم عوض کن. اسکیت
تو عقبه چیریکی نارنجی. داداش اومدم قرارت قرمز بگیرم، گفتم این بهت بیشتر میاد. تو این توسی است جورابه. دهن تو، من با این نمیام بیرون. این با سال 2016. علی تو همون برو سبر راننده شو. خوشگل شدی. تازه پاچه‌هات هم بدی بالا. پاچه‌ها رو بدی بالا. داش استایلت گاده. خوشگل شدی. با این تیپ استایل میتر نبود. باورت میشه سر 50 خریدیم. 150 حاجی تومن. خیلی ارزون در میاد براتون. خود نمیدونم داداش یه اگه ما 400 500 تومانی براتون میمونه. ببین الان ما 550 نقدینگی داریم. خب حاجی بریم آره. ارز و تیم کفشو براش بخریم، مثلا مهم نیست زیدیکس باشه. ببین 550 داریم، میخوایم زدیکس رو با 98 دیگه آقا 100 تومن 450 واسه من ببین با 450 نهایت میتونه حداقل دو تا چند تا اکسسوری خوشنمونه حاجی، بریم یه چیزی بخریم. آره. این ببینم ما بخوریم. آره حاجی حاجی بغض کرد تو چشم بغض کرد ببینم خیلی ظلمه ناموسن. این چیه؟ این چیه؟ حاجی ولی کوتاه‌تر باید می‌خریدیم، زیاد پاش بیرونی. شاید اینجوری کنه. داداش بعد پاچه‌هاشو بده بالا. پارک دانشجو باشه. قیافت هم بنداز بیرون. نه دیگه. روژ لب براش بزنیم یه نه بار. دیگه. نگفتم کونی کنید منو که. مگه نیستی؟ محمد ناراحت باشم بچه. آره راست میگه. غمگین باش ویدیو فانتر شه. خب از اونجایی که فشار خوردم میخوام یه چیز جدید رو کنم براتون. این ویدیو اگه 2K لایک بخوره همین سبکو میریم با 500,000 تومان، ولی من برای شما، یعنی 1,000,000 برای شما 2 نفر. داداش تموم. گفتی 500,000 تومان برای خودت میخوای چیز کنی؟ نه تغییرش دادم. 2K لایک بخوره نفری 500,000 تومان براتون استایل جمع نفری میکنم. نه یه تومان بره. نه بدتر تموم شد. انتقامه. لایک کنید. علی سوری هایدی بودو. باشو ببینمت. خوشگل نیستی، فقط تو خوشگلی. چقدر زشته. استایل رو نکنید. وای آقا رفتیم با اضافه پولمون سمبوسه گرفتیم فقط برای خودمون. البته برای اونم گرفتیم ولی الکی بهش میگیم فقط برای خودمون گرفتیم. اینم ریاکشنش چیه بعدش چیز میکنیم. آره اپشو ببین ببینیم ریاکشنش چیه. 250 گرونتر داشت. اون رنگی که می‌خواستیم گرونتر بود. 400 تومان. آقا عالی. زدیکس آره. اینو درست گفتی. رنگ رنگ همینه. رکب خوردی. چی اومد؟ هولوگرامی آخه داداش پولکاشو ندیدی؟ اصلش پوینتش به پولکی بوده نشه. روش هولوگرامش. داداش یه روز باید باشی تا آخر امروز باید باشی. 250. حاجی ولی خوشگله. اگه 12 سالم بود عشق لاتی بودم می‌خریدمش. که نیستم. خب دوستان ما سمبوسه گرفتیم، البته فقط برای خودمون خیلی مالی. لاشی اگه برای من نگرفتی. شون با بیا الان نمیخوام واسه دارم رانندگی میکنم. خودم میخورم تا هم نگاه کن. جدی نگرفتی؟ بیا داداش بقیه پولمو بود. داش پولشو میدادم به. داداش پول یعنی چه؟ لکب زدی به. انقدر دیگه نامرد نیستیم. تو مرامت نبود سید، باور نکردم. همه رفتار دختره رو دیوونه کرده یه. اصلا مطمئنم اونی که روم کراش نیست با این ویدیو روم کراشه. دخترایی که محمد دوست دارن هنوز تو کامنت ها بنویسن خوشگل شدی. محمد خوشتیپ تو کامنت ها. کف خیابون دهنتون. هیچ وقت نمیتونستم محمد رو توی این استایل. ما که دیگه اینجوری شدیم بذار حداقل خوشحال باشیم. کیف پولمون گذاشت. وای کیف پولم افتید. کیف پولم افتید. زایم. نخه بگیریم. برو. من نمیام تو یه چی بگیر. برو. واقعا یه دلغک کامل شدم. یعنی قایم شدم اینجا کسی نبینه. هر کی میبینه اینجوریه که حاجی اینو یا کجا اومده؟ دیسو یعنی این دیسو ول کن. اصلا به این سیستم باید همچین چیزی بخوره. آره واقعا. باید نوشابه و کیک تو باید نوشابه بخوره با کیکی از دی. ولی خدای قشنگه. بهت میاد. این خفه شد. باشه کوروسان بابا. ما اصلا به این تیپ نمیخوام. بابا من یه نفرم چرا یه دونه گرفتید واسه 3 نفر؟ الحق که لباسو به میاد بده.
کوروش بت. گفتم میاد بد. کوروش بت. بچه تصمیم گرفتم لباسا رو بدم به یه کودک نیازمند، چون من که نیازم نمیشه. این بیچاره ها تو سرما